الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران عزیز، چندین سوال‌های در پیش من هستند. الحال انشاءالله من به سوال‌های شما جواب می‌گردانم. سوالی که اینجا آمده است، گفتن استاد در مسجدمون ختم قرآن است ولی قاری بسیار تیز میخواند. آیا نماز ما از پشت وی درست است؟ یعنی در پشت قاری که نماز تیز میخواند. برادران عزیز و گرامی، اگر تیز خواندنی که به معنای که همون کلمه روشن شود، مثل که این حاضر من تیز خوانم، اگر الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، همین تیز است. لیکن وقتی که هر یک کلمه روشن گوش کننده شنیده است، فهمیده است، خدا خواهد یگان زیانی نداره. درسته؟ ولی نه چندان تیزی که دیگر یگان حرف و یگان کلمه را مقصد ندانی که همین آدم چی میخوانه. انا با او طریقش نادرسته. لیکن چگونه که حاضر من برای شما مقصد تیز خواندن، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل. حالا که معلوم است کلمه را میفهمی، لیکن تیز است، اینش اجازت است. ولی باز میگم که بعضی ها شاید بسیار باید سرعت تیزی خوانند که دیگر یگان کلمه او را اگر به شرطی که گوش هم کنی نفهمی، انا اینش نادرسته. ولی از تمام قاری ها، از تمام خطیبه ها، برادران عزیز، من خواهشم همینه که مردم بروقتر جواب دهید. هیچگاه مشکلات به سر مردم نیاره. الله مهربان یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. الله مهربان همیشه میفرماید که من برای شما آسانی آوردم، من برای شما مشکلات نآوردم. قرآن میگه و ما علیکم فی الدین من حرج. دین سختی ندارد، مشکلات ندارد. برای وقتی که دین آسانی دارد، دین سبکی دارد، شما از پیش خودتان مشکل سختش نکنید. بعد بسیاری مسجدها میگن این مردم بی طاقت ایو، مقصد در ختم نمیستن، میروند در دیگر جا، مقصد نمازاشون در دیگر جا میخونن. هر آینه مشکلات که آوردی کار همینه. اینجا عیب مردم نیست، اینجا عیب شما. پیامبر نازنین میگه اذا اما احدکم الناس فلیخفف. اینجا سخن پیامبر گیریم یا اینکه مقصد سخن به دلیل و به فکتی تر بگیریم. پیامبر میگه هرگاهی که کدام شما در مردم اگر امام شدین، یعنی نماز مردم در وقتی که شما پیش در آمده و نماز مردم هم میخونین، فلیخفف، حضرت میگن نماز سبک خوانین. فان فیهم الصغیر والکبیر والضعیف و ذی الحاجه. حضرت ببینید حتی برای چی سبک بگیرین؟ میگه زیرا در اینجا مردمی خورده ها هستند، کلانسال ها هستند، بیمار ها هستند، آدمانی که مشغولیت و کار و سراسیمگی دارند. اینها در درون جماعت ها هستند.
و اذا صلى لنفسه فلیطول ما شاء. حضرت میگه کی که تنها گذار باشی دراز بخوان چند قدری که میخوای. برادر عزیز به نظر بگیرین اینها را. ما را چندی برادر زنگ زدن که ما مقصد بابای جی تا بگه در بگاه در بیرون کار مقصد در چی بگیم کار استرویکا داریم، عرابه کشی داریم، یعنی تا بگاه ما مشغولیت داریم. با میریم مقصد در پشتی امام میستیم 1 ساعت و 40 1 ساعت و 50 2 ساعت میخونن. ما برای اونها رخصت دادیم. برادرای عزیز شما را ببین یک جایی که اگر در 1 ساعت و 1 ساعت و 15 و 1 ساعت و 10 بود میکنن حتما حرکت کنید اونجا برید، برای که الله مهربان هیچ وقت وزبینی و سختی را نیاورده است. دادرای عزیز جای ملالی نیست. اگر شما تا بگاه در پی تکرار استراحت و خواب باشین، قسم این مردم بیچاره بیمارن، کارگرن، مانده شدگیان، اینها را به نظر بگیریم. نگیم که اینا به توفیقن، اینا به توفیق نیستن. اینا به توفیق می شدن مسجد نمی آمدن، اینا به توفیق می شدن روزه نمی گرفتن. با روزه شان باز بگیم در آشیانه ها می بینی کار میکنن، در بازارها کار کردیستن، بازم آنی که روزه دارن. برای همین جواب این سوال مختصرم که اگر من گفته باشم همین است برادر عزیز. دیگر سوالی که دادن گفتن بعد رمضان روزه ماه شوال است، آیا او مقصد چی ثواب دارد؟ برادرای عزیز و گرامی، حضرت ابی ایوب که حدیث امام مسلم است از پیامبر میگه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدهر. پیامبر ما گفته است که اگر کسی ماه رمضان وقتی تمام میکند بعد از آن عید که گذرانید می شود ماه شوال. شما در همین دوام ماه شوال خواه 29 روزه خواه 30 روزه، در همین دوام اگر 6 روز از ماه شوال روزه بگیرین ثوابش مثل این است که 1 سال روزه داره. چرا که یک آدم در 1 سال روزه داشتن ثواب میگیرد، به مثال همین تو در 6 روزی از ماه شوال روزه داشتن 1 ساله ثوابی روزه را میگیری. مقصد من این نیست که مردک که 1 سال بردوام روزه بگیره، ولی بسیاری مردم روزه های بردوام دارن. یعنی روزه های بردوام که بسیاری مردم را میبینی ماه رجب میگیره، ماه شعبان میگیره، ماه رمضان میگیره. این خیلی خبر در شریعت نیست. ما بر مقابل حدیث پیامبر رفتیم. شما فکر نکنین که من 3 ماه روزه گرفتم یعنی در رمضانش ثواب میگیری، در این 2 ماه دیگرش تو گناهگاری، به خاطر آنه که تو برخلاف گفته پیامبر میره. آدمایی که سال روزه میگیرن اینها گناهگارهای پیش الله هستند، زیرا شریعت به خودش ترازو داره. الله میگه و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چیز پیامبر گفت آورد همون را کنین، از چیز پیامبر منتون کرده من شوید. ما داریم حدیث نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الوصال، پیامبر از پیوسته روزه گرفتن من کرد. حتی صحابه ها از ما و شما در محبوب چقدر بگیم محبوبیت بدین داشتن. یکی حضرت منشان کرد تا جایی که گفت روزه حضرت داوود بگیرید. یعنی چقدر اونها ذوق بر روزه داشتن و از پاداش روزه میخواستن برخوردار شوند. به همین خاطر پیامبر گفت که مادام شما این قدر ذوق در روزه دارین شما روزه حضرت داوود بگیرید. 1 روز بگیرین 1 روز بخورید. برای همین کسی روزه را
مقصد بسیار برای خودش دوست میداره روزدار باشد، مثل حضرت داود روزه بگیر. و الا خلاف همین رفتی تو هیچ برای مقصد ثواب باشد ثواب نمیگیری، تو گناهگاری. انا 6 روز ماه شوال بسیاری آدما سوال میتین که همون روز عید میخرن و ای پشت 6 روز دیگر میگیرن. این ضرور نیست. شما 1 ماه روزه گرفتین، میتونین که یک دهه اولش مقصد عید کنین، روزاتون بخورین، یک جان بگیرین، یک قوت بگیرین. بعد از دهه دوم او طرف 1 روز پس میگیری، 2 روز پس میگیری، خلاص در همین دوام 1 ماه همین 6 روز روزه شو بگیر، درسته. انشالله همون ثوابی که در حدیث خواندم ثواب شو میگیرید. استاد عزیز، برای دانه هایی که در روی میرویند یگان دعا هست خوانیم تا از روی نیست شوند. و برای نورانی شدن روی چی باید کرد؟ یعنی کدام خواهر یا برادر ما را سوال دادن که در همین بالای روامون دانه چکا میبراید. مقصد یگان دعای هست که همین ها گم شود، یا چیکار کنیم که در چهره ما نور پیدا شود؟ اولا برادران عزیز، برای دانچه هایی که اگر در چهره ها من باشد، انشاءالله قرآن شفا ہے. قرآن شفا ہے. شما میتونید که در آب سوره فاتحه را بخونین، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم میتونین خوانین، و میتونین آیت الکرسی را خوانین، میتونین سوره اخلاص را خوانین، در همه آب صوف کنین، همه آب قطع بگیرین، رواتون را بشوین. از الله مهربان انشاءالله امیدوارم همینه که قرآن که شفا هست، خداوند شفاتون میده. یا اگر در مقابل همون دانچه ها امروز طبیب های ما هستن که هر نوع دارویی که استحصال کردن، شما همونا هم که استفاده برین، انشاءالله همیشه هم گویم که از نگاه دین ما و شما یگان زیان و ضرری نداره. و برای نورانی شدن روی چیکار کنیم؟ برای آنی که در چهره های ما و شما نور پیدا شود، از همه برادران عزیز اشاره که شده است، این نماز تهجد است. اگر کسی نماز تهجد میخواند، نماز شب میخواند، برای او وعده است که در چهره هاشان نورها را الله مهربان نور میگذارد. یعنی وقتی چهره شو میبینی میفهمی که همین آدم مقصد آدمی یعنی پاک است، آدمی تازه است، آدمی نیک است که خداوند در چهره همین آدم نور گذاشته. همچنان نور در قرآن خواندن است. چنده که اگر ما قرآن را زیاد بخوانیم، همون قدر همون نور در چهره ما و شما زیاد می شود. یا اینکه دیگر پیدا شدن نور همین است که هر چیزی که برای ما منع نگاه کردنش، برای ما منع نگاه کردن اجازت نیست. شریعت اجازت نداده است که ما به طرف اونها نگاه کنیم. وقتی که چشمامون پیش خود میکنیم و احتیاط میکنیم، اینم یکی از گویم که همون پیدا شدن نور در چهره های ما و شما میشود. خلاص نفری که برادرای عزیز بسیار تقوا دارد، احتیاط دارد، لقمش حلال است، ببینید انشاءالله در همین آدما برادرای عزیز نور در چهره هاشون وجود دارد.